از قعر گل سیاه تا ابج زحل، کردم همه مشکلات گیتی را حل. بیرون جستم ز قید هر مکر و حیل، هر بند گشاده شد مگر بند اجل. درودی به پایان و هواداران کلامی بده. خوش آمدید به صفحه 1000 کتاب. روبریکه ارکان سخن ادامه دارد. صحبت امروزه درباره فیلسوف، طبیب، طبیعت شناس و ادیب بزرگ تاجیک و فارس ابوعلی ابن سیناست. تاجیک پسر زمان در دهه افشانه بخارا به دنیا آمده را شهرت جهانی نصیب گردید. یکی از بزرگترین ادیبان تاجیک و فارس به شمار رفته، متفکری برجسته و عالم شمول است که آثار گرانبهایش کیها با زینت فضای گنجینه ادبیات جهانی گردیده است. پدر او عملدار دولت سامانیان بود. سال 985 عائله آنها به بخارا کوچید. در آنجا با آموزش علمها آغاز نمود. در 10 سالگیش صرف و نحو و علم ادب را آموخت. بعد علمهای منطق، فلسفه، ریاضیات و فقه را از بر نمود. چنانکه خود میگوید در آوان 18 سالگی تمام علمهای زمانه‌اش را به خوبی فراگیر بود. وقتی که دولت سامانیان به تهدید قره‌خوانی‌ها و حمله سلطان محمودی و غزنوی دچار گردید، ابن سینا مجبور شد که خاک بخارا را ترک نموده به خوارزم آید. فرهنگستان خوارزم که در آن عالمان بزرگ دور از قبیل ابوریحان بیرونی، ابونصر مسیحی، ابونصر عراقی، ابوالخیر خمار گرد آمده بودند، برای فعالیت علمی ابن سینا جای بسا مساعد بود. ولی اوضاع سیاسی خوارزم نیز ناآرام بود. بنابراین ابن سینا راه گروگان را پیش گرفت. در این دوره به نوشتن اثرهای فلسفی و علمی از جمله القانون آغاز نمود. ولی از بس که حاکم نوی گرگان به سلطان محمود حسنی توجه داشت، ابن سینا مجبور شد که به ری رود. در نگذشته سلطان محمود ری را ضبط نمود و ابن سینا از تعقیب او گریخته به همدان آمد و طول 9 سال اول طبیب دربار، بعد وزیر حاکم همدان بود. غایه های پیشقدمی وی درباره دولتداری و رجه حیات و خدمت سربازان و سرلشکران معقول نیفتاد. آنها ابن سینا را حبس کردند. فقط حمایه حاکم او را از مرگ نجات داد. سال 1023 ابن سینا به اصفهان آمد و اثرهای مشهور خود کتاب النجات، اشارات و تنبیهات، دانشنامه و غیره را در همینجا نوشت. بعداً باز به همدان برگشت و سال 1037 این دنیای فانی را پدرود گفت. شیخ الرئیس ابوعلی ابن سینا بیشتر از 400 اثر نوشته است و زی آنها به مثل کتاب النفاس که از 20 جلد عبارت بودند از بین رفتند. از اثرهای محفوظ ابن سینا علی خصوص کتاب الشفا، کتاب النجات، الحاصل و المحصول، اشارات و تنبیهات، دانشنامه، القانون فی الطب اهمیت بزرگ علمی دارند. کتاب ابن سینا القانون بهترین اثر در علم طب به شمار می رود که طول 6 عصر دستور برای دکتران و کتاب درسی برای مکتب‌های تمام اروپا بود. القانون در اروپا بارها به زبان لاتینی و دیگر زبان‌ها ترجمه شده است. ابن سینا را در غرب اویتسنا می‌نامند. شیخ الرئیس اصطلاحات علمی زبانی تاجیکی را که در اصل 10 نوع زبان‌های اثر علمی گردیده بودند تکمیل داد. وی به واسطه دانشنامه و دیگر رساله‌های تاجیکی‌اش اثبات کرد که زبان تاجیکی با افاده‌های معنی‌های عمیق علمی قابل است. ابوعلی ابن سینا چون ادیب نیز شهرتی به اندازه دارد. منظومه‌های الارجوزه فی الطب، قصیده عینیت، غزل و رباعی‌های او از مهارت شاعری او گواهی می‌دهند.
موضوعهای اثرهای او تعریف و تشویق علم، مبارزه با مقابل جهالت و جاهلان، ارتجاع و شمار می روند. قصه های فلسفی ابن سینا، حی ابن یقظان و رسالت الطیر و پیشرفت ادبیات خلقهای شرق و اروپا تأثیر کلان رسانیدند. ثنایی، عطار، نوایی موضوع این قصه ها را در اثرهای خود به رشته نظم کشیدند. بعضی آهنگهای این قصه را در مضحکه الهی دانته دچار آمدن ممکن است. دانته ابن سینا را به قطار بزرگترین شاعران عالم گذاشته است. غایه‌های فلسفی و علمی ابن سینا و انکشاف من بعد علم و فلسفه شرق و غرب تأثیر بی‌نهایت عمیق گذاشتند. عمر خیام، محمد جرجانی، نصیرالدین طوسی، قطب الدین شیرازی، جلال الدین دوانی روی او را ادامه دادند. علم و فلسفه عصرهای میانه را خیلی ترقی دادند. شیخ الرئیس ابوعلی ابن سینا نه تنها فیلسوف، ادیب، سیاستمدار بلکه طبیعتشناسی بزرگ و برجسته نیز بود. او خصوصا در علم طب خدمتی بغایت بزرگی را انجام داده است. وی کامیابی‌های طبی هندویان، یونانیان، ایرانیان و عرب‌ها را جنبست نموده علم‌های طبی زمانه‌اش را به اوج ترقیات رسانیده است. دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت، یک موی ندانست ولی موی شکافت. اندر دل من هزار خورشید بتافت، و آخر به کمال ذره راه نیافت. با این دو سه نادان که چنین میدانند، از جهل که دانای جهان ایشانند. خر باش که این جماعت از فرط خریست، هر که نخر است کافرش میدانند. کفری چون من گزاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود. در دهر چون من یکی و آن هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود. با دشمن من چو دوست بسیار نشست، با دوست نبایدم دیگر بار نشست. پرهیز از آن شکر که با زهر آمیخت، بگریز از آن مگس که با مار نشست. گفتم که چرا چو ابر خونبارانم، گفت از پی آن که چون گل خندانم. گفتم که چرا به تو چنین گریانم، گفت از پی آن که تو تنی من جانم. این بود معلومات مختصر درباره حیات و فعالیت شیخ الرئیس ابوعلی ابن سینا. با ما باشد در برنامه‌های بعدی. سلامت و سربلند باشد بینندگان گرامی.